ایدی رمضان آمد و ماهی رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ایدی رمضان بهترین عید رو ما مسلمانان داریم، نه اینکه نصرانی ها یا یهودی ها و یا دیگر و دیگر. تنها ما مسلمانان داریم چونین عیدی زیبا. نه تنها کلان سالان شادی میکنند در این عید، بلکه کودکان از کلان سالان دیده شادی میکنند، خورسندی میکنند. شادی کودکان یک دولت است برای پدر و مادر، برای ملت. پس باید به قدر این عید بزرگ برسیم، یعنی قدر این عید بزرگ را بدانیم و آن را خوش استقبال گیریم در گرد و اطراف دوستان و پیوندان. عجب دنیا بود ایام کودکی. در دست یک خلطه میگشتیم خانه به خانه و با آن یک تحفه که ژوچکا یا تخم بود گرفته از خرسندی میپریدیم، از شادی میبالیدیم و با دوستان آن لحظه ها را خیلی خوش و خرسند استقبال میگرفتیم. کجا شد آن وقت ها؟ کجا شد آن شادی ها؟ کجا شد؟ البته که گذشت. اکنون آن همه شادی و لحظه های شیرین را در سیمای فرزندانمان خواهیم دید. نورسیمان در دبستان و سر و صحرا گذشت، گاه سیر و گاه گشنه با دویدن ها گذشت. اکنون که عید رمضان فرا رسید، پیش از همه تبریکات با جان و دل خود را از ملک غربستان به ملک تاجیکستان، به همه یار و دوستان، به همه خویش و تباران، به حق و همسایگان، به مردم مهنتکش و تمام غریبان، به کل مسلمانان میرسانم. از درگاه خداوند تعالی به شما ایمان کامل، صحتی و سلامتی، روزگار آسوده، رزق فراوان و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. اینچنین به شما عدالت عمر، آداب عثمان، راستی ابوبکر، سخاوت علی، خوبی ابراهیم، علمی لقمان، دولت سلیمان، صبر ایوب، زیبایی یوسف و مهربانی و دلسوزی محمد مصطفی، اینچنین دعای 124,000 پیغمبران را برایتان تمنا دارم. عید سعید رمضان مبارک باشد.